به نام خداوند بخشنده و مهربان. این سوال جمعه گذشته آمده است. السلام علیکم بابای حاجی، با این سوال من جواب گویید. ما نتوانستیم که این سوال را با یگان معنای دیگر به شما فهمانیم، زیرا که این زن به طرف شوهرش چنان سخنهایی میگوید که تو فلان و بیمدان. اگر زن با شوهر با یگان مسئله زندگی جنجال کند، با شوهر با وی سیاست کند، زیرا این مرد هست، شوهر او می باشد، بالای وی حق دارد و در وقت غضب هر گونه گپها را گوید و زن حق دارد که از جای خیسته طرف شوهرش گوید که من تو را چوب میزنم، تو فلانی و حرامی و دست درازی و دیگر. طول 10 سال هست که این مرد با این زن زندگی دارد. هر وقتا که آنها گپ گریزی کنند، قریب در همه این زن همین گپها را میگوید طرف شوهرش. آنها صاحب 3 فرزند می باشد. این زن چه حکم دارد در اسلام؟ التماس پرتر جواب گویید. دویم سوال من این است. من میدانم شما تفسیر کننده شعرها نیستید و از شما بسیار خواهش میکنم که من معنای این شعر را نغز نفهمیدم، میخواهم که از زبان شما شنوم. از شما بخشش میپرسم، التماس شعر نوشتگی مرا فهمانید. ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. عمر خیام. بسیار التماس میکنم پرتر جواب گوید که جواب شما را انتظارم. اما سوالمون پر است، هر سوالی دادیم پر جواب شد. ما با 3 سوال از جمعه را خاتمه میبخشیم، ولی هم پر نیست. معنای شعرش ضرورت ندارد، خیلی میلش انشاءالله. من یک موضوع تقدیر دارم، ولی درباره تقدیر گپ میزنم. تقدیر نیکی و بدی از خدا هست. سوال بیشمار است. برای چی یک کس عرق می نوشد و باز میگوید که خیلی خدا ما را به همین راه برده است؟ همین چی جواب دارد؟ انشاءالله من برای شما با جوابهای خیلی خوب، آن چیزی که قرآن میگوید، حدیث میگوید، تیار کرده ایستادم. موعظه را تیار کردنش کار آسان نیست، همه را جا به جا کردن در کار. مثل همون این شعرم بعضی نازکی ها دارد. خدا خواسته باشد خیلی بعداً جواب میگویم، برای وقت کم است. سوال یکم. معلوم شد زندگی ناآرام بین زن و شوهر، نافرمانی زن نسبت شوهر، دست درازی، زبان درازی، بد گفتن از جانب زن و شوهر، همین ها را فهمانده دیگه گفتن. برادری عزیز و گرامی، ما یک جمعه پیش اطراف این علاقه صحبت ها داشتیم. شما میتونین که از طریق کسیته ها این جواب گیرین که نسبت زن و شوهر یک کسیته پر را که 3 سوال بود من برای شما جواب گردانیدم. همین قدر گفتنی هستم. گفتی همون حضرت سعدی که آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی، آن از جوابش که جوابش ندهی. دادرای عزیز، نصیحت من، فهماندن من، فقط حجت من قرآن و حدیث است، دیگر چیزی ندارم. و این بهترین حجت است، بهترین توصیه نصیحت از روی قرآن و حدیث است. اینها را هر روز گفته ایستاده ایم. مادامی که گوش نه اندازند من چیکار کرده میتونم؟ وقتی آیت قرآن را گوش میکند پروانه دارد، حدیث پیغمبر خدا را گوش میاندازد اهمیت نمیدهد، چیکار کنیم؟ دیگر از این دلیل قویتر، از این بالاتر دیگر نصیحت هست نیست.
فقط یک چیز خواهان هستم، خدا کند که در دل این زن یا در دل این مرد خدا هیبت خودش را، ترس خودش را جای کند و از روی دستورات قرآنی برنامه های زندگیشون را پیش برند. برای کی در کار است همین زندگی نارام؟ برای کی در کار است؟ برای کدام مرد و زن لازم است که همین روز دراز در بین ها دشنام باشد، کشماکش باشد، نارامی باشد؟ برای هیچ کس در کار نیست. برای چی ما زندگی های پیغمبر خدا را برای خودمان در خاندانمان جاری نمی سازیم؟ ای برادرای عزیز، ای خواهرای مهربان، برای چی؟ و چرا حضرت انس میگوید 10 ساله که آب طهارت به پیغمبر دادم، بار در خانه پیغمبر خدا صدای دشنام نبرآمد. بار یک دیگر حتی یک سخن پسترین، حتی دشنام و قبیح و حتی سخنی سخت نگفتم. برای چی نگفتم؟ آخر حیات پیغمبر برای ما باید عبرت باشد. این یک سبب دارد مردم از قرآن و حدیث دور شدند. از همه سبب اساسش هم همین است که مردم از قرآن و از حدیث دور شدند. یگانه چیزی که زندگی شما را خوب میکند، آرام میکند، اجرا کردن سخن خدا و پیغمبر است. من میدانم این جوانایی که الحال جمعه میخوانین، اکثریت تو نه پدرش میماند، نه مادرش میماند، نه خواهرش میماند، همگیش تو دشنام میدی. من نمیدانم این چی غیرت است؟ آیا این جوانی است؟ جمعه میخوانی، برای چی آمدی؟ برای که سپارش خداست؟ برای احترام زنم سپارش خدا و عاشرهن بالمعروف آمده است. حبیب خدا اللهم اینی احرج حق ضعیفین الیتیم و المرأة گفت. خدایا، پیغمبر دعا شبیم، روز قیامت بالای 2 نفر دعواگر هستم. الله، من نمیخواهم این 2 نفر وارد جنت شود. دعوا میکنم بالای اینها، حق دعوا دارم که الیتیم و المرأة، آن کسی که حق یتیم میخورد، آن کسی که حق یتیم پایمال میکند، و آن کسی که بالای زن ظلم میکند، آن کسی که زنها را زیر تحقیر و دشنام قرار میدهند. من بالای اینها گفت دعوا دارم، اینها را من گناهگار میشمارم. خدایا گفت. و سخن پیغمبر تا گوش نمیکنی. اگه فکر میکنی تو مردک هستی و دیگرها مردک نیست، تو فکر میکنی تو غیرت داری و حضرت عمر غیرت نداشت. حضرت عمر از سایه شیطان میگریخت، ولی شیطان قطعی تو است، همیشه او را از سایهش میگریخت. لیکن در سخنرانی عکس این. خواهر عزیز، تو 5 وقت نماز خوانی، اگر یا خواهر عزیز تو روزه میگیری، تو دعوای مسلمانی داری، تو شوهر از همه بزرگترین انسان به سوی تو در اولین زینه شوهر میستد. اگر تو پروازی شوی از نماز بسیار در آسمان، اگر جای نماز تا پرتافته نماز خوانی، اگر تو در شوهر اگر قهر و غضب داشته باشی، قسم به خدا این جای نماز هم در سرده نماز هم قدر ندارد. این سخن خدا و پیغمبر است. حبیب خدا میگه 3 طایفه عبادتشان یک وجب از بالای سرشان بالا نمی رود. یک وجب بالا نرفتن چی معنی دارد؟ قبول خدا نمی شود. یکم کی است؟ من ام قوما و هم له کارهون. یکم آدمی بی سواده که در محراب نماز مردم هم میخواند، صدقه محرابش کند، بی سواد است، بی علم است. نمیگذارد که آدمی با علم پیش درآید و از پس نماز خواند، برای که گویند که من امام خطیب هستم، من ملای محله هستم، من ملای مسجد هستم.
این به این خاطر حبیب خدا گفت عبادت ها یک وجب از تاری سرت بالا نمی رود. نه این سلت فایدت میکنه نه جیلکت فایدت میکنه تا زمانی که در محراب ایستاده و خدمت مسلمان ها را نکنی، خدمت اسلام را نکنی. تا از پشت اسلام عزت داری، از پشت اسلام مردک خانش میبرد، نانت میتد، پولت میتد، آبت میتد، که اسلام پشتیبانی میکنی؟ که با نماز خواندن تو پیش در آمدن تو را جنت میبرن. برای چی اینها را من میگم؟ برای که نزد من خودم خبرها دارم در کدام مسجدها پیشواها چیها میگویند. پیشواها چیها گفته ایستند؟ پیشوا هستند. عبادت یک وجب از تاری سرت بالا. دویم کی است؟ و امرأة باتت و زوجها علیها ساخط. دویم زنی که در یک خانه زندگی دارن و شوهر بالای و غضب داره، شوهر از اون نارضا است. روزه مریم میگیری، روزه ماه رجب میگیری، اگر به عدد تمام ستاره ها روزدار باشی عبادت در نزد خدا قدر و قیمت ندارد تا زمان شوهر از تو راضی نباشد. سخن پیغمبر است، به خدا قسم یگان جمله از خودم در همین جا علاوه نمیکنم. چیزی میگویم شما بعد نمازم از من پرسید، در راست هر یک جمله یک حدیث نگفتم. به خدا قسم من گفتی همون بچه ها که نام میگردانه. چه عبادتی چه معنی دارد؟ و دوستی نزدیکترین هم شوهرت است. در همه سختی ها هم شوهر در کار می شود. احترام کن، گپی گنده نکو، یگان سخنی بد و قبیح نکو، احترام کن شوهرت، به قدر شوهرت برس. تمام گپگردانی میکنی، زبان درازی میکنی، پیشگاه خدا در فردا جواب میگویی. به این خاطر دادر عزیز همون کسیته های پیش تماشا کنین، گوش اندازین. اطراف اینها من گفتگی هستم. دیگر در اطراف همینان ننویسیم برادرای عزیز، زیاد شده است. من میدانم خیلی همه بیچاره درد دل دارند، خواه زنها درد دل دارند از پشت مردها، خواه مردهاش از پشت زنها درد دل دارند. لیکن برای همین شما بس است همین قدر گوش کردن، همین قفه، همین خلاصه که احترام کنید، به قدر یک دیگرتون رسید، دشنام نکنید. زنی خوب است چیکار کنیم؟ خیلی خدا نتتون چیکار کنیم؟ خوب است زنی خوب، به هر چیزی خوب است. در عمرت کسل نمیشه تا اگر خدا یگان بیماری را بالات نیاره. رسول اکرم گفتن من سعادت ابن آدم ثلاث، در بعض روایت 4 آمده است. خوشبخترین مرد دارای 3 چیز است، بعضیا دارای 4 چیز گفتند. یکی زن خوب، دوم خانه خوب، سوم سواره خوب، در بعضی روایت 4مش همسایه خوب آمده است. کسی همین 4 چیز داشته باشد خوشبخترین مرد است. خوشبخترین کدام داری خوش به حالت بدلت خرسان شد. کامت که نداری اگه دعا کن که خدا از امینا اگر با نصیبت کنه تو از جمله خوشبخترین مردکا هستی. ماشین خوب، خانه خوب، زن خوب، همسایه خوب. یعنی 4 چیز. این حدیث پیغمبر است. در دیگر حدیث پیغمبر گفت من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه فی شطر دینی فلیتق الله فی شطر الباقی. روایت طبرانی هست. حبیب خدا گفت کدام مرد را که خدا اگر زنی خوب داد نصف دینش کامل شد، پس در نصف دین دیگر خودت کوشش کن. آزی خیلی آدمی خدا داد در کار که زنی خوب بیاید. خدا رحمتشون کنه، خدا خوبشون کنه، خدا نیکشون کنه. خوب باشن انشاءالله این هم آرامی شما هست، هم آبادی جمعیت هست. گندشون کند البته خانه هم ناآرام، مردک هم ناآرام، خودش هم ناآرام، فرزندا هم ناآرام. خیلی بدبختی های زیاد دارد.
افسوس که این مادرای ما اطراف همین حیات حضرت فاطمه را تماشا کنیم. چه حیاتی خوش رو داشت، چه حیاتی زیبا داشت. فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. محمد اقبال لاهوری میگد، ای مادر عزیز میگد همه چشم و هوش میگه زندگی فاطمه را کتابشو بخوان. کتابی که فاطمه حیاتی او را کتاب کردن، حیاتشو بخوان، از حیات او درس بگید تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. اگر تو خدمتگار شوی، رنگ فاطمه شوی، مثل فاطمه شوی، از شکم تو حسین به دنیا می آید، از شکم تو حسن به دنیا می آید. هی خدای، این در همو مردهای پیشم بود. برادرای عزیز غمگین نباشین، فقط دعا کنین، شبها خیزین، نمازهای تهجد. این زنی بدم داشتن یک طرفش خوبه که با خدا پاداشت میته، ای همه طرف اگر با خدا بتد با کم کم مست میشه. یک طرف با مثال یک زنکی گنده های، یگان رفیقی گنده های، یگان دشمنه بود بالای سر میمانه، به خاطر حکمت خدا هست ایمون طرف تره پاداش دادن بگیره، اجر دادن بگیره. برای همین انشاءالله من باوری دارم که تا او اندازه زنهای گنده ای که در کتاب ها بعضی وقت میخوانیم، تا او اندازه انشاءالله امروز فکر میکنم وجود نداره. به هر حالم باشد دادرای عزیز، در کدام تو اگر زنی گنده باشد، اولا دعا کن که خدا فعل اخلاقش دیگرگون کنه. اگر قوتت نرسید، محتاج نصیحت باشه، من برادر تو یه روز دعوت که میریم نصیحتش میکنیم، میریم نصیحت میکنیم به خاطر خدا، به خاطر رسول خدا، به خاطر تو برادر مسلمان. من خودم شخصا همراه تو میرم دعوتش میکنیم، خبرش میتیم انشاءالله شاید میکشه. زیرا غم شما غم ما هست به خدا، خرسندی شما خرسندی ما هست. نمیخواهم که جوان ها آمده در پیش من گریه کنند. والله که در پیش من جوان ها گریه میکنند. جوانم نیست، قریب 30 ساله، 40 ساله، 45 ساله مردک به آب چشم گپ میزند از زیان و ضرر زنش. من بچه او میشم، من دادر او میشم، به خدا طاقت نمیکنم آب چشم او را میبینم.